مولانا بلخی در راجع به تعریف دنیا در مثنوی اینطور یک بیت داره و میگه که چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نیق و ماش و نقره و فرزند و زن. میگه تعریف دنیا ایست که انسان از خدا غافل شود. یک آدم فقیر، بدبخت، بیچاره، گدا باشه ولی غافل از خدا باشه، این دنیا پرست است. در مقابل یک انسان غنی، ثروتمند، قدرتمند در اوج رفاه و آسایش قرار داشته باشه ولی قلبش با خدا باشه و از امکانات با حضور و ترس خدا استفاده کنه، این آدم دنیا پرست نیست بلکه یک انسان مؤمن زاهد تارک دنیاست. ترک دنیا یا عبادت دنیا در تصوف اسلامی به این معنی نیست که یک انسان بالفعل از تمام غذاها و نعمتها و امثال اینا خود محروم کنه ولی قلبش مملو از عشق دنیا باشه. این ترک دنیا نیست بلکه ترک دنیا یک کیفیت معنوی و قلبی است. مولوی ادامه میده، باز میگه که مال را گر بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول. اگر یک کسی به خاطر دین، به خاطر حل مشکلات مردم از مال خود استفاده کنه، زهی مال چه خوب یک مالی هستی. پیغمبر علیه السلام میفرماید میگه نعم مال صالح عند رجل صالح. چه نیکوست مال حلال نزد انسان نیکوکار. چرا به این مال خود با یک مظلوم کمک کرده میتونه، مشکل یک یتیم و بیوار حل کرده میتونه، به یک اسیر کمک کرده میتونه، یک کار عامل منفعه کرده میتونه، دست فقرا و غربا را گرفته میتونه. خلاصه به میلیون ها کار خیر در جامعه است که هرگاه انسان مال داشته باشه، امکانات داشته باشه او انجام داده میتونه. بدون مال و امکانات طبیعی است که بسیار کارهای خیر به شمول 2 رکن از ارکان دین ما شما انجام داده نمیتونه.